سلام بچه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدم خونه هاتون با یه ویدیو جدید. امروز قراره که یه ولاگ باحال بریم. البته نمیدونم باحال باشه یا نه، ولی خب امیدوارم که باحال باشه. راستیتش اینطور نبود که برنامه‌ریزی کرده باشم واسه این ولاگ. دوست من رو شاید بشناسین، اردوغان، که از کشور ترکیه است. یه درون خریده، نمیدونم چه مدلیه. خریده و گفتش که بیا بریم تست بکنیم، قراره بریم یه جایی تست بکنیم. گفتم که از موقعیت سوء استفاده کنیم یا استفاده کنیم یا سوء استفاده بکنیم، یه ولاگ بگیریم ببینیم چه جوری میشه. امیدوارم خوب بشه. حالا میبینیدش. من الان میخوام برم سوپرمارکت هم یکم خرید بکنم. قراره تو سوپرمارکت هم ببینیم. آره، یه سری چیز میخرم و که اونم قراره یه ساعت بیاد دم اون سوپرمارکت که با هم بریم. نسبتا دوره ولی نه اونقدر. فکر کنم نیم ساعت رانندگی باشه. میبینمتون. امیدوارم که لذت ببرین از ویدیو. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا آخر ویدیو همراه ما باشید. Safe again. Don't be dramatic. We didn't die yet. یه چیزی که این ماشین داره که حالا خیلی هم باحاله، البته الان مثل که مشکلاتی براش ایجاد شده، یکم نمیشه روش حساب کرد، ولی خب حالا بازم خوبه. یه اتوپایلوت داره. آره، این اتوپایلوت به شدت تسلا مثلا ریلایبل نیست قطعاً، ولی خب چیز خوبیه دیگه. یعنی آره، الان هم یه سری مشکلات فنی براش ایجاد شده که خیلی ریلایبل نیست، ولی خب مثلا میشه بدونی که آدم دستش بهش باشه خودش اون جلویی رو تنظیم میکنه. ولی یه مدت الان داره به من هشدار میده. که دستتو از روی فرمون برندار. ولی خب خیلی جذابه دیگه، یعنی آدم خسته نمیشه. خودش ترمز میکنه، فاصله‌اش هم با ماشین مقابل تنظیم میکنه. الان داره من میگه که کمی دست رو به فرمون بگیر، خیلی دست به Just release your hand, Erdogan. Let me check. Yeah, it's driving for you. Now you don't drive. حتی پام هم الان بله، یعنی پام now is complaining. Yeah. But now, see, nothing. آره خلاصه خوبه. It works, but not all the time. Not all the time. Yeah. Because yesterday when I driving, it doesn't work. How long does it live? 19 minutes. 19 دقیقه دیگه مونده که برسیم. جای نسبتاً دوری نیست. چه یک منطقه ای از بروکسل به نام، البته میگذریم ازش، به نام آندرلکت که ازش داریم الان میگذریم، گذشتیم فکر میکنم، که یه جای خیلی گنگ بالاییه توی بروکسل. تمام این باندای مواد مخدر و همه اینا اونجا که داریم میریم اینطور نیست. اونجا که داریم میریم جای خوبیه، ولی خب از مسیرش از اونجا رد میشیم دیگه. خیلی بد اوضاعی اونجا. این الان به من هشدار داد که ول نکن فرمون. خودش نکن. شویت اردوغان. ببینین فرمون داره خودش تنظیم میشه. البته جلوی ما دارن خیلی چوس میرن 80 تا، بعد 100 تا بره، ولی 80 تا داره میره چون فاصله رو با جلویی داره حفظ میکنه. Erdogan, are you happy with the car? Yeah, that's nice. Electric only problem. Technological side is perfect. Everything here inside. The electric, you have to charge it every once in a while. Every week. Every week? Yes. That's not that bad. But if you go longer distance, in a day, it's free. But technology is coming better. Like today, do we need to charge it again when we are coming back? No. We have a 200 kilometer range. So we came here. There is a Erdogan. Be careful. There's a radar. 70, 60. Yeah. دوستان جاتون خالی. مثل که اینجا زندان خیلی معروفه. It's prison here, you said. Yes. It's a prison. It's a 30 year Erdogan. When I go holiday, it remember me this road. Izmir also. There's some seaside. It looks like this. But in Izmir, it's very luxury areas. این پاسیل دلخواه منه.
پاستیل کرمیه ولی حالت تافی هم داره یکم شوک چی دارم ترش هم ساور. I think I used to live with the roots, and then when you go to it also becomes more difficult to driving. If you use really strict rules, Yeah. then you cannot drive in Turkey easily. Because nobody follows the rules. Yeah, it's also for Iran. Yeah. In Turkey, I never check the speed limit. I do limit myself. Do you remember, like, which country you feel right now? Start with the L. The only country we drove to was Luxembourg. Yeah, it looks like Luxembourg, right? Right now. Left side, yes. It's the perfect area for drone ride. Hopefully. I don't know. Maybe. Looks like good right now. Looks like a good place. جای خوبی، قیافش خوب میخوره. حالا نمیدونم جای خوبی باشه یا نه، ولی من یه پاستیل بخورم. همه طرف هم میاد ماشینا. جای قشنگه. من اگه بخوام خونه بخرم اینجا به نظرم جای خوبیه. من همین منظره رو تو لوکزامبورگ ما دیدیم. بلاگ لوکزامبورگ اگه ندیدین بریم حتما دنبال بکنید. خیلی اتفاقات زیادی توش نمیفته ولی خب جالبه. برید حتما ببینید. لینکشو میذارم توی دیسکریپشن. اینجا آره یه زندان مخصوص فوق امنیتیه مثل اینکه همچین چیزی که میگه آره مطمئن. حالا is it a very high security prison or is it regular? No, high security. High security. Yeah. حالا دیگه چی درست یا نادرستش دیگه Here is 50 دست خودش دیگه. This is like a wallpaper. The wallpaper, I think. Do you remember in Luxembourg? It was the same road, and the speed was 90, not 50. Yes. The issue is we were as a benzene car. Right now electric. So for it's 70 right now. If you, for example, lose battery drain, your battery drain, you fucked up. You need to call, wait somebody to take your car. I mean, this is like much more technology, but still a downgrade from the other one. It's same as your phone. Exactly. It's never finish your battery, right? You always charge it. Yeah, but my phone I charge it is 50. My phone I charge it in the home, like with the cable in my pocket. Yeah, but you can do at home, next to home, one day or there. I couldn't charge because. But yeah, I have my personal charger, personal charging station for my phone. Yeah. But not for this. If you have a house and you have a charging station at your house, that's good. But if you don't, it's close to my place. Yeah. A lot of charging areas. I mean, if you're comfortable with it, I'm okay with it. I have no choices. Yeah. I have to use the rest with no car. You should walk. So everybody looking at us when I take your videos. It's like a middle finger. It's like the tree. So fuck me. I think left side. Yes. Oh. Battle Batch. No, we are not there yet. 4 minutes left. 4 minutes. Yeah, I thought. فکر کردم رسیدیم ولی نرسیدیم. 30 years 30. بریم میریم که there's a lake there, no? Yeah. Yacht area. Of course, there should be some water, right? Probably. You never know. There were water in the pictures you showed me. آره یه دریاچه گول مگولی باحال داره مثل اینکه اونجا یه سری تصویر مختصر من ازش دیدم خیلی خوب بود. حالا امیدوارم که نریم مثلا به رو خوش شده باشه. I hope it's not dried out. آره تقریبا رسیدیم. چه جاده‌های چیزی هم داره، تنگ و باریکی هم داره. I never been باغا. I never been there, and we didn't see even
any water yet. Slow. Okay. دیگه الان سنگفرد شد. So This is some certain zones that you can. Airspace. I checked the airspace. The planes don't come this area. So this is not a red zone. So it's not close to like an airport. Or, Yeah, exactly. Yeah, okay. It should be certain distance. I also search a lot, Ardalan. I don't want to pay 5,000. Maybe jail time. No, not jail, but 5,000. If you go near to next to prison, they can put in some questioning. Maybe jail. Yeah. But they will say, yeah, you're interested so much, let's come in. You can stay here if you want. You don't need a drone. اینجا هر جریمه‌ای که میشین میتونین درخواست بدین به پلیس و قسط بندیش میکنن. یعنی حتی مثلا 10 یورو میتونین قسط بدین. here we came. Ooh la la. So, Mr. Erdogan, is this the 1,000 euro drone? I know it's. That's it? Looks like stupid, yes. It's like a purse. Yes. Everything inside, 3 batteries, everything. Okay. It's packed. Okay, but it's compact. That's good. Yeah. But normally this one is a one because there is a RCU inside. Controller, it's 1 kilogram right now. But That's 1 kilogram. battery, but 1 kilogram now. So heavy. It's not 1 kilogram. It's one. More than you mean? It's less. Are you sure? I think that's heavier. Don't think. خب بچه‌ها رسیدیم اینجا یک کاناله، دریاچه نیست. ما اشتباه ما رو گولمون زدن، ولی خب جای قشنگیه، جای خوبیه. اینم افندی اردوغان با درون $1000 1000 یورویش. بریم ببینیم چه خبره. آره یکم بعد پیاده بریم تا برسیم اونجا. رسیدیم اونجا، درون رو که خواستیم هوا کنیم، بقیه ویدیو رو میگیرم. فعلا بای. اوکی بچه ها داریم این درون اردوغان رو ردیف میکنیم که فیلم بگیریم. این منظره ایه که هست، خیلی خوبه. چی؟ What? Gimbal protection, that one. What's that? The gimbal, like a bird. It flex the cameras. Make it stabilize the camera. Helicopter. Just learn it. You will do the same also. You should teach me. Yes, I teach you. Just look. It's to camera automatically. Slow. You can also hold it like this. Lamp. اوکی. خب بچه حالا منم تست کردم، خیلی خوبه، خیلی باحاله این کنترلشه. حالا ویدیوهاشو میبینی که من با چه تمرکزی داشتم هدایتش میکنم.
So we had some flights. How was it? It's nice. Nice flight. You enjoy. The one learns active tracing. So everybody is happy right now. آره خیلی خوش گذشت. خیلی it's a remarkable piece of technology. It's incredible, right? Yeah. Intelligent. آره دنبالت میاد، از پشت ازت فیلم میگیره، از جلو ازت فیلم میگیره، نزدیکت میشه، دور میشه، دنبالت میکنه. خیلی هر کاری بگی کرد. مثل یه چیزی داره مثل راکت وای میسی یفه میره هوا. حالا فیلم ها رو همه رو گذاشتم براتون تو ویدیو میبینید. خیلی خوب بود. It was great. It was great. You should try the asteroid mode. Do you remember? Which one was the asteroid one? The asteroid, it's go up and take a bird photo. But one day I'll be yours again. خب بچه‌ها داریم ما برمیگردیم. الان میریم خونه اردوغان. Erdogan is going to cook for me. آره میریم قرار برای من آشپزی بکنه، دستش هم درد نکنه. What is the dish name you said? مانته. اسمش مانته. یه جورایی شبیه پاستاست اون چیزی که دیدم. Similar to pasta. Pasta is meat. پاستایی که توش گوشته. چیز خوبیه. یه بار دیگه برای من درست کرده بود. You cook me once more. آره ولی آورده بود خونه من. امروز داریم میریم خونه خودش که برای اولین بارم که هست دارم میرم خونه جدیدش. خونه‌شو عوض کرده. دیگه بریم ببینیم که چه جوری میشه. امیدوارم که از ویدیوهایی که براتون گذاشتیم که با درون گرفته بودیم لذت برده باشین. نه اردوغانه. Very serious. داره درایو میکنه. تو این اوضاع احوال یه دونه زنبورم اومده تو ماشین. اصلا نمیدونم فقط صدای بیزش میاد اون پشت. اصلا معلومه کی کجاست. حالا شیشه رو ما گذاشتیم پایین. 4 تا شیشه پایینه که این بنده خدا بره بیرون. سلام بچه‌ها. الان داریم از خونه اردوغان برمیگردیم. بگو. Hello guys. Same party. سلامتی. سلام. آره دیگه خیلی به زحمت دادم و دیگه شام خیلی خوشمزه بهم داد. شکمم مثلا باد کرده راستیتش خیلی حجمش زیاد بود ولی خب خوب بود. که الان هم داریم از خونه اون میریم خونه من که هم منو برسونه چون ماشین داره، هم یه دست پلی استیشن بزنیم. البته پلی استیشن هم پلی استیشن 5 نیست 4 چون من از بازی نمی‌کنم ولی خب کارمون رو راه میندازه. واسه سال 2020 فیفا 2020 میزنیم. جای شما خالی. خب داریم میریم خونه من. همینطور که میبینید هنوز هوا روشنه. این جای خوبی که داره اینه که تا ساعت 10:30 اینا هوا روشنه. الان ساعت 10:10 است. We saw a school bus now. ساعت 10:10 شنبه. نمیدونم اسکول چی بود ولی خب حالا دیگه آره الان میریم و یه 10 دقیقه تو راهیم. بعدش هم فیفا میزنیم و آره تو خونه میبینمتون. خب بچه ها ما خونه ایم. آمدیم خونه با آقا اردوغان گل. کاپ کیک داریم و قراره که پلی استیشن بازی کنیم. فیفا میخوام سوسکش کنم. I'm gonna destroy you my friend. Okay. So yeah, he's gonna be. He thought he will struggle there. We will see. Okay. At the end, most of the time he cries. Yeah, okay. Remember these words when you're losing. He does. So آقا اردوغان عزیز که این همه کاری میخوندن به نتیجه 2-1 مغلوب اردوان کبیر شدن. You missed the penalty but you received 2 goals, not 1. Normally it's 2 goals. This fella 2-2. No, you missed the penalty. Yeah, but I didn't know that penalty. It's your problem.
It's not my problem. خب بچه‌ها الان ساعت 1:30 بعد نصف شب هستیم. تا الان داشتیم فیفا میزدیم. اردوغان رفت خونهشون. صافش هم کردم تو فیفا. البته بگذاریم. فکر میکنم وقت خوبیه برای اینکه روزو پایان بدیم. واسه امروز کافیه دیگه بس. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. تمام تلاشمو کردم که ولاگ خوب باشه. فکر میکنم از ولاگ قبلی بهتره. حالا ببینیم دیگه نظر شما چیه، بازخورد شما چیه. لطفا لایک و سابسکرایب حتما بکنید، فراموشتون نشه. کامنت بذارید، هر چقدر که میتونید کامنت انگلیسی بذارید. چند تا کامنت انگلیسی بذارید که چنل بیاد بالا. واقعا بهش نیاز دارم. خیلی ممنون که ما رو دنبال کردیم. ما رو که نه، من رو دنبال کردیم. من و اردوغان رو دنبال کردیم. امیدوارم لذت برده باشین. تا ویدیوی بعدی میبینمتون. پیس.